در آسیا مارکت است. نجابی تخصص میکنم. قماندان خبر تکړه کامرې باندې کړې کامرې باندې او دا څه کړې خیو والے رامان هغه څه دي درې سوه څو جی بي را سره دي دا شیان 300 څو جی بي پوه شوې هره شپه زه وګورم یو ساعت 2 ساعت چې ونه ګورم ښه پرونی درته هم لږ زر تکرار په ښه چې ریکارډ شي په دې خاطر باندې تاسو په خاطر اسایمنټ خو انشاءالله اسایمنټ به ورته وښیي شرک راته ووایه چې چا څرنګه کړی دلته به زه اوس وښیم یو منټ صبر وکړه او دا مو ویلو چې چا نه وي کړی بیا خو لیکه خوا دې خوا نه موږ ټولو ته ویلي وګورئ فایل یې نه خو فایل اوپن کېدای شي چې همدا وي پرونی ډیټابیس دا نه ده ښه خیر څنګه اسایمنټ څه مې ورته ویلي وو سیمون سره چیک باکس کې استاد ښه اول به موږ هماغه کار وکړو ښه اول میایم ببینی نو هغه چې ته بولی شو که تاسو اسایمنت بکنم صحیح ده توفیق این آبجکتس هست خب همین تیبل که شما جور میکنی کیوری یا فارمز کلش چی هست آبجکت می باشه با یه آبجکت می کاپی پیست emp1 پیست افغان میایم از این یک کیوری هم جور میکنم سیو بنام کیوری 1 خوالی ما میایم در فارم یک بٹن جور میکنم که بالا این بٹن کلیک کنم آبجکت دیلیت شود خب آبجکت چی معنی یا تیبل باشه یا کیوری باشه یا فارم باشه هر چی که باشه مطلب چی شود دیلیت شود ببینید این خب هر آبجکت که شما دیلیت میکنید چطور ببینید اول میایم در کدش dot delete object saya space এই object types আছে yani form delete میکنی function delete میکنی micro delete میکنی چی table delete میکنی comma quotation کدام table empty table আলি কি بالای این بٹن کلیک میکنی আমি empty table কি আছে چه میکنم delete میکنم صحیح است همون چیز delete شد خب علی این بٹن که است بیکار مانده چرا بیکار مانده که توسط این تنها شما کدام آبجکت دیلیت میکنی ایمپی علی ایمپی شما اینجا نداری شما باید یک تکست باکس اینجا بیاری یک تکست باکس میارم دمی تکست باکس هر نام که میتم همون چیش کنم دیلیت کنم ببینید نام تکست باکس چی است تکست 1 انتر آبجکت نیم خب میایم یکم چطور شد خب میایم رایت کلیک اینجا شما چی داده بودی نام ایمپی علی ما اینجا نام چی میتم تکستون یعنی در تکستون هر نام که میتم او را چی کو دیلیت کو و مسیجم برای ما بودی مسیج باکس زمین نوشته کو که your object is deleted آبجکت شما دیلیت شد خب در دیزاین میں کدام آبجکت دیلیت میکنی افغان این افغان ما داریم وقتی که را کلیک میکنم افغان چی شد از بین رفت خب علی اینجا که شما مثال کیوری 1 دیلیت میکنی ای دیلیت نمیکنی چرا که اونجا شما چی گفته بودی ما میایم اینجا چی بگیرم باید آپشن گروپ اینا کامینش بس اثر کلیک شد table query form همون تو دیگه خب این فریم چند است فریم پنجم نامی عنوانش تغییر میکنیم که
select object و اینجا را انتخاب میکنم. خب اگر اینجا این انتخاب بود اینجا نام تیبل بود تیبل دیلیت میکنم. اگر اینجا کوری انتخاب بود اینجا کوری بود کوری دیلیت میکنم. اگر اینجا فارم انتخاب بود فارم دیلیت میکنم. خب ما میایم اینجا شرط میکنم اگر فریم چند بود 5 dot is 5 equal to 1 then اگر در فریم شما اول آپشن انتخاب کرده باشید then چطور شود؟ خب چطور شد then صحیح است تیبل دیلیت میکنم. اینجا میایم اگر فریم 5 equal to 2 then اگر اونجا کس دو انتخاب کنه دو چی بود؟ کویری بود. دو cmd dot delete object space ac query کاما کدام کویری؟ text 1 شاباش درست خط پوش شده. text 1 که هر نام کویری میتونم اولش کو و میسیج هم باید میسیج باکس your object deleted اگر فریم 5 equal to say then بعد چطور شد؟ do cmd dot delete object space form شاباش کاما text 1 و message box your object has been deleted و در آخر هم چی؟ end. ما میام یک فارم دیگه هم جور میکنم این سیر میکنم برای این فارم 2. خب امی فارم 2 پرو شد. ببینید حالا اینجا چه انتخاب است؟ نام بدی کدام فارم دیلیت میکنیم؟ فارم 2 امی فارم 2 است. حالا کی را ما کلیک میکنم فارم 2 چی شد؟ و اینجا چی است؟ کویری. کدام کویری دیلیت میکنی؟ کویری 1 کلیک میکنم کویری 1 چه شد؟ دیلیت شد. اینجا تیبل انتخاب میکنم کدام تیبل دیلیت شد؟ emp1 کلیک میکنم emp1 تیبل چه کرد؟ دیلیت کرد. صحیح است؟ خب دیروز اینجا یک چک باکس بخاطر چی گرفته بودم؟ صحیح. حال خونم چی باشه؟ دیلیت. رایت کلیک میکنم در پراپرتی میں edit enable no صحیح است و حال اینجا یک چک باکس آمده دمی چک باکس اینجا نامیتم delete objects از پیش شما سوال کرده. خب delete objects خب ما برای شما فهمید داده بودم آگهی فعال باشه یه اتومات چی شود؟ و آگهی غیر فعال باشه اتومات تکړه یا ولی خب جرمانه چی را بودی؟ ها؟ خب خواستم من نوشتی یه غواره بخنو بختی بشه خلوچ چوبچان چی غواره نمیپاده چی شما کار کردی؟ استاد من کار کردم کار نمیداد دیگه چی استاد زنگ دیگه هیچ کار نمیداد شما کار میدی کار نمیداد استاد دیگه پیش نمیره یعنی امکان داره در اکسیس مشکل بود یعنی در پروگرام مشکل بود شما خوش مشکل نبود خطا کار لیک کار سمانه لري لیک کار سمانه چیش نه دا خو موږ ډیر کار نه خو لیک کار راکنه استاد صاحب د چیک باکس په کله جوړ سم د ستان د بیا د ما په توګه د حساب کړو هغه د سهار د حساب چې د مثلا حسابونه کې د سهار کنه دا هغه یو جوړ سم د چیک باکس ډیر قسم زه تر له خو خیر به د بل خو موږ نه تاسو مربوط تاسو باندې کوی کار د باندې په مربوط باندې باندې شما کار کړی راش میگه دروغ خب خب شما خود جرمانه خلاص شدید شما چه؟ نبودی؟ تا کاری کاری تا مونه کنی تا چاو کوئی گپ ہے سما افس انا دین وینڈوز اور انسٹال کرنے مش پیج افس میں ڈاؤن افس سی ڈی نو استاد جے ما پیکار کا استاد ودا سے کوئی گم چھ کو چیک باکس ایک ڈاؤن دا بٹن ہے کرا کرتا ما است کوئی گم
مشوره داد برام خدا در خانه در کار نداد کار نداره خلاص څنګه شي در سره وکړم اوس شي در سره وکړم هر چې تو نور نه دي راغلي ګور داسې بیا د تاسو توبه مې د اسامنټ نه درکړو نه ده ټول وګور ټول څنګه راځي ښه شی دی څه ده فرضاً نن به مو بخښمه څنګه دې کړی استاد هغه اف شرط اف هغه چک باکس استاد انو کدا تروي کمانډ سے پڑا ډیویژبل از ایکوال ټو ترو شاباش بیخي صحیح ویژیبل نه انیبل ده ښه شاباش بیخي صحیح سامان انیبل کړه هغه مسامه تا ویژیبل کړی صحیح ده د پراپرټي آمدم کلیک اگر نام چک باکس چی است چک 14 چک 14 equal to true then true چی مانا text1 dot enable equal to true text1 نشان بتمی dot command 0 dot enable equal to true command 0 هم چی شوا true شوا else if اگر چک 14 equal to false then command 0 dot enable equal to false و text1 dot enable equal to false و در آخر هم ای برای شما مردم کلام کلان اسامنت ها میده ای بار چی میکنی؟ ای بلا چه خود اینا فال غیر فال فال غیر فال غیر چرا است مشکل اسمه غلطات پیدا کرده نخصات خود موبایل کستن و دید ضرورت خانه وقت ندارم اوس په پوه شو کوم سوال پرابلم نه لري چیرته وي ته چې دا دې دومره خلکو نه خرابېږي چې تا خرابېږي د موټر دا سره کوم کېدلی شي مرسډیز خراب کړو خو که ته څه وایې بې دربل کې پکې نشته دی یاره خو نو دغسې موټر کې مه راکېنه چې خرابېږي ولې راکېنم داسې موټر کې داسې موټر کې چې خرابېږي زه درته وایم ښه دومره شیان دي زه اوس کوشش کوم چې هغه شیان تاسو ته کار کوم چې هغه خو تاسو پرې پوه شئ مطلب دا یوه خبر بله خبر دا چې هغه مفید باید وشي ښه چې له هغه نه تاسو کار هم واخلئ خو زه به داسې چلوم په دې باندې تاسو پوه شئ په دې کې انشاءالله هېڅ پرابلم نه صحیح ده اوس موږ راځو یو بل ایونټ به تاسو ته نن نوی وکړم صحیح ده څه معنی اوپن څه معنی تاسو په ذهن استاد یوزر د پاسورډ چې خلاص یا یوزر او پاسورډ اون اوپن معنا چې کله دا فارم اوپن کیږي چې کله دا فارم څنګه کیږي اوپن کیږي وقتی که فارم چی میشه واز میشه چی شود موصوره تایید وقتی که امی فارم واز میشه ببینید خب این فارم است وقتی که مردم این را واز میکنه دا حالت واز شدن چی شود باید سنگ باید یه توای آن اوپن شما خو کود هر قسم کده میتونی خو ما میایم ساده مثال برتان میتونم در پراپرتی آمدن شما باید پیدا کنید که آن اوپن اینه این چی است آن اوپن صحیح است اینجا ما کود میکنم کلوز یعنی دات کلوز چی قسم کار میکنه این کود چی قسم کار میکنه چی میکنه بر میکنه چی میکنه چی تو چی وای څنګه کار وای دا استاد خو دلته اسکان کې استاد چې زندګي موبایل مورته یو په اندر مشخص کړی استاد چې شي کلوز کا استاد خدا ګور هغه کرنٹ فارم کوي ښا چې شي کوي کلوز کوي هغه کرنٹ فارم صحیح ده څنګه کار وای تو وای استاد کار په دې نشي کولای استاد خلاصي کار په نشي کولای تو چی وای ما به این فقط مثلا کد داریم که کلوز باشه یا ما یا وقتی بخوایم اوپن کنیم واز نمیشه بسیار خوب ویلدن ببینی این دبل کلیک واز نمیشه
چرا؟ وقتی که واز میشه و پس چی میکنم؟ چه؟ وقتی که واز میشه اونجا شما کود کردی در حالت واز شدن چی شو باید؟ اسے پوچھو یا ہم ببینی ایرا ما پس دیدن میں وقتی که امی فارم واز میشن چی شو میشن؟ message box welcome to the form امی مسیج بریم بتم در کدام حالا ببینی welcome to the form okay ساده خورو که خالی و حرکت سکوت یا ټول صفحه کې کوم فارمولې ته ورسي ټول څه پکې چې ولیکو نو ساکره چې وینډوز سٹارټ وکړه نه کې وایي کوم دي کومه استاد راغلی ټول صفحه باندې آپ چې موږ ایونټس کې فرست سکرین باندې کنه فټ سکرین چې وګڼو سره هغه کې ټول ډاټ وګڼو تو چې نه دا فل سکرین راشي کوم دی راځي استاد به ختم شي خو فل سکرین خو دلته دا تاسو اوس پر کار نه کړی ښه اول شما باید چی بکنی the other بیایی the other ای پاپ اپ کس ای باید چی شو یس شو و آل پس میم در ایونت the امی میسیج هم بتا و بعد از میسیج دو فیملی دات ماکسیمایز چی شو ماکسیمایز چی شوی حالی ما کی رواج میکنم ویلکم تو فام اوکی خدا بس گور بیا هم ماکسیمایز نشو حالی ما میخوام که چی کنم فول سکرین باید بیاد خا pop-up yes dump side on open side maximize اینجا مین add to screen ای باید چی باشه دیگه سر آپشن رو مدرسه چی دا فول سکرین سی ای و ای سایز باید چی باشه این باشه اصول تو گور اوکی وسم فول سکرین نه خیر گوری ما در کد گفتیم که چی شو باید امی فارم ماکسیمایز چی شو مگر ماکسیمایز نشد شما بیا یک ایونت دیگه در ایونت هم دیگه اینجا چی هست آنلود چی معنی میده یک پس یک اوپن معنی که مکمل وارد شود یک آنلود در حالت وارد شدن در حالت وارد شدن چی شود دو فیملی دات ماکسیمایز امی فارم باید چی شود ماکسیمایز شود وقتی که رواز میکنم فول سکرین صحیح است این شمالی میتونی که حرکت نیتی خواست و کم ایونت باندیو آن لود کدام ایونت بود آن لود زیر آن لود ما کود کردیم وقتی که امی فارم لود میشه چه شو باید ماکسیمایز شود ماکسیمایز شده خوبش میفهمی که چی معنی میده صحیح ده کم سوال پرابلم نشته خب پیش از اینکه ما دیگه در کد بیاییم این پراپرتی فارم چی است میره باید بخوانیم دا پراپرتی انگیا و چی نور که موږ یو شی اساسی جوړو کنه چیزی که اساسی جوړ میکنیم شما باید چی بکنید همین پراپرتیز باید بخوانید خب اول از بخاطر که پراپرتی کار کنم یک تیبل باید داشته باشیم از این EMP میایم کرید یک فارم مالتیپل آیتمز انتخاب میکنم create properties item multiple items دا property ډیره مهمه ده ګوره ښه ورته متوجه اوسئ دا می یک چند تا ریکارد ثبت میکنم دیگه پیش میرم انشاءالله دا دیزاین جمال کمال ساحل خب وقتی که در پراپرتی فارم میایم رایت کلیک پراپرتی از فارمت ای خو کپشن است کپشن عنوانی از فارم شد صحیح است سوال دیتابیس مین پیج این عنوانش شد وقتی که را کلیک میکنی رن میکنی این عنوان از عمل پوه شده بندی او دی فارم این پراپرتی از این فارم آتا کدام فارم شما کار میکنیم در دیتابیس نیست
default view چیش توایی لیدر امی فارم که شما میبینید default چیکس هم شما باید ببینید اینجا continuous form است چی است continuous forms این معنی که هر چی که ریکارد کرده ای نشان میتا یا قابلیتش داره که نشان بوده امو نشان باید بوده به طور مثال اینجا من رن میکنم امو ریکارد هست می و همین نشان میده اگر جاب تایج نشان نمیده جاب نشان نمیده اگر شما اینجا بیایی که چطور باشه سینگل فارم یک ریکارد یک نشان میده سینگل فارم رن میکنم صحیح است دیگه نشان نمیده اگر بعد شما بیایی که نه کنتینیوس فارم باشه کنتینیوس فارم چی که ریکارد کرده میاد کلش باید نشان باز می دیتا شیت باشه فارم مگر با شکل تیبل نشان میده تیبل به شکل کرده رن میکنم و یک منت اینجا انتخاب کردیم دیتا شیت یس حالا دلتا حالا کی را رن میکنم این یک فارم است مگر به شکل چی نشان میده پس من و اگر با این نمیفهمی شما عزیز میتونی وقتی که رن میکنی رن اینجا کلیک میکنی یعنی به شکل فارم نشان بده خب باز من به شکل دیتا شیت نشان بده و یا هم به شکل لیاوت نشان بده دیگه نمیکنه پوش شده بنده خب اینجا چی بود اینجا دیفالت ویو بود دیفالت ویو چی معنی وقتی که ما اینجا رن میکنم ببینید اینجا چی است دیتا شیت است اینجا ما میگم که نه split form باشه split form چی معنی میده دلت راجی گوری نگوری پروپرتی نگوری split یک فارم split میکنم جدا کوی نه پمنج تقسیمو با دو تقسیم میکنم سه تقسیم میکنم دیگه split وای حالا این گفته که به شکل چی نشان بده split فارم درست گوره امو یک فارم است اورم split کرده ایرا هم split کرده اینجا نشان میده اونجا معلومات نشان میده این که چی مشکل داره و چی برای چی مهم است این باید افهم برای شما میه خب اینجاست دیگه که مکار کنه اسپکت شامل کنه خب ما میخوام که اینجا چی باشه کنتینیوس فرم نشان بده یعنی این تمام میکنه و اگر هیچ برای پراپرتی ضرورت نیسته این تنها دیفالت میسازه چی میسازه شما اگر ادیجه میتونید که نه ما به شکل دیتا شیت میبینیم ادیجه کلیک خور تنها چی میسازه دیفالت چی معنی وقتی که کلیک میکنی اتومات خب allow form view yes آیا کس بتونه که این فرم به شکل فرم ببینه فرم نورمال چیت دیزاین yes ما میخوام که نو حالا اگر کسی اینجا بیاد اون فرم کجا رفت اون دیزاین میخوام که yes باید ببینه yes حالا ببینی این فرم کلیک میکنم پوش شد yes no بود باز می allow data sheet view yes حالا ببینی وقتی کلیک میکنی کس میتونه که به شکل دیتا شیت ببینه به شکل تیبل شروع که آپشنش چی است yes است اگر شما بازی را چی کنی که no حالا اینجا دیتا شیت هیچ نیست ببینی پوش خب باز می این باید yes باشه allow layout view yes layout view no لیاوت است چی کار دي کې ته کولای شې تغییر راولې ښه یو ډیزاین وي او هغه لیاوټ کې داسې کولای شي چې ورته رنګ تغییر کولای شي نور د دې فونټ او هغه تغییر کولای شي خو بټنونه نشي ګټولای شي نور په شان نشي راوړل شي هغه یو ډیزاین ده خو په کې به رنګونه تغییر کولای شي فارمټ ښه خو يرم پکچر ټایپ ما یک پکچر به لازم یارم پکچر چرا میارم نه دا دی بیکگراوند پکچر داخلی لوگو هم صحیح است خو لوگو اینجا نیست خب ببینید اینجا همه فیگرش اما یک دیزاین باید داشته باشه این فارمش من ببینید اینجا ما کدام دیزاین یک دیزاین صحیح است یا شما میتونید برای خود اینجا یک دیزاین چی کنید جور کنید صحیح است یک سم دیزاین که او چی باشه مربوط دیتابیس باشه طور نه که برگ و خړ و سرخ و امی خوب است اوکی این ما سیو میکنم در دسکتاپ ما سیو میکنم به نام چی ان تایتل یس سیو شد
این ما کلوز میکنم. در دیتابیس آمد. اول شما باید چی بیاری؟ خب پیکچر ما میارم. در کجا بود؟ در دسکتاپ بود. نه ایده اوکی میکنم. امی ببین بک‌گراند تو دیزاین میکنم. شما میتونید در فتوشاپ یک خوب مقبول دیزاین جور کنید. صحیح است؟ خاص دیزاین میکنم. خب علی این چی معنی میده؟ امبیدد است. پیکچر تاپ امبیدد است. امبیدد این معنی که او در اون پیکچر اگر کس تغییر بیاره اینجا تغییر نمیاره. صحیح رکن؟ ببینید علی چی است؟ امبیدد است. یک نفر می در اون پیکچر تغییر میاره. مثال چی قسم تغییر میاره؟ این تغییر آمد. سیو کردی راه. مگر او تغییر اینجا نمیاد. چرا؟ امبیدد است. هیچ امر زود تعلق نداره. او اگر دیلیت میشه و اینجا باشه. و دیگه کی است؟ دیگه چی است؟ لینک. این باید چی باشه؟ لینک باید داشته باشه. یس. اینجا چی کنیم؟ نو. اینجا باید لینک. یس. خب علی که شما پیکچر میاری خوبش ببینید. در دسکتاپ آمی پیکچر اول خوبی بینی که پیکچر آمد یا نامد. علی که در اون پیکچر هر تغییر میاره اون تغییر چه میشه اینجا؟ میاد. چی قسم میاره خوبش ببینید. اینجا چی هست؟ لینک هست. کلوز میکنم. امی پیکچر ما چه دیگر تغییر میارم. اینه خب تو وقتی که برنامه بود است لینک داره. لینک داره. اوکی. کلوز میکنم. میره که چی بود؟ ام پی بود. راه کرانه بود. او مربوط شماست. که اگر لینک میکنی یا لینک نمیکنی. خب ما لینک نمیکنیم. چرا که دیزاین جور کردیم امروز زنی جمعه. اینطور نیست که هر کس رو کار میکنه. فهمیدی؟ خب این دیلیت میشه. لینک هست. یک مثال میده که شما شاگرداشتی عکسای تان آوردی ما در دیتابیس ثبت کردیم. اگر لینک باشه مجبور هستم که عکسای تا در فولدر ثبت باشه. ما عکسای شما را چی میکنیم؟ او رو دیلیت میکنیم. پروایش نداره. چرا ما در دیتابیس ثبت کردیم؟ و اگر عکسای شما را اگر دیلیت میشه با دیتابیس کدام اثر؟ وقت پوشه باید لینک رو No sa farmos por ahora dari. چه؟ Dam de grosh agina raus. Direct kan tam jo ko direct kan link kan. Like GPG size ki dasi o full picture equal ya. ګوري ګوري. اول link نه عکس بیره. په دې وخت کې تاسو ته لینک ضرورت ده. ما یې ډیزاین جوړ کړی. اینجا آوردیم. خلاص مگر مردم میبینه که کدام کس که دیتابیس میکنه. نه ولی خوب نیست اینجا باید یکسان باشه، اینجا باید یکسان باشه، اینجا باید یکسان باشه. این باید لینک باشه. اونجا که تغییر میکنه اتومات اینجا میاد. خلاص وقتی که قبول شد مشکل حل شد باز باید امبیدد شد. اوس به پوښه دابل ته دا شیر ام پریکټیکل نش کولای شیر کنه چې تاسو شیر کړی وي دا بل کمپیوټر سره شیر کړی وي د مو صورت اگر دمی تغییر بیا د اون هم دی ای هم امرا لینک یک چیز است مگر لینک د یک کامپیوتر میشه شیر چندین کامپیوتر یعنی اگر اینجا یه شیر باشه این مطلب میشه که اگر دمی تغییر میاد دمی صحیح است آیا می تغییر د کامپیوترهای دیگه هم که شما مرا اصلا دوم تغییر بیاید یا نه بیاید پوښتنه دی باندې ببینید شما پیشتر چه کرده بودی لینک چی معنی که اکادمی پیکچر کی پیکچر از کدام جای ماده که اگر اونجا تغییر کنم اینجا میاد اگر این شیر باشه شیر مگر اینجا چی باشه خب لینک اینجا لینک است اگر شما دو خب لینک است اگر شما دمو پیکچر تغییر بیارید تنها دمی میاد اگر این دیتابیس امرای دیگه مردم شیر باشه دمو دیزاین د بک‌گراند ازون تغییر نمیاد اگر چی باشه شیر باشه باز طور میشه چی که کامپیوتر که امرای دیتابیس رو سالست کلش چی میشه اس فهمیدی خصایی خو پیکچر تیلینگ باشه یس نو تیلینگ چی چه چی شی بعضی خود پیکچر می باشه ببینید خب بعضی پیکچر خود می باشه زنگ است
زن مثلا الارم است. خوب چیز هستی با خودت. خود پکچر می باشه. صحیح است؟ مثال یک دیزاین باشه یا مثال یک لوگو باشه، هر چی که باشه. خب این هم علی یک پکچر خورد است. دمی یک کم رنگ هم میتم. لدينا ما خب پروگرام جوړ کړی دی، خالي پینټ نه. خپل پروګرامینګ جوړ کړی دی، مستخه لدينا خب پروګرام خو شي. لدينا ډیر ښه کار کوي. این ما سیو کړی. دا ډیسکټاپ سیو کړی، برنامه چی ABC. این دا ډیسکټاپ سیو شو. علی امر ما میارم اینجا. رایت کلیک properties shape اولی پکچر چی میکنم؟ دیلیت میکنم. پیکچر که میارم چی باید باشه؟ امبیدد باشه. کجاست پیکچر شما؟ امی است ABC. پیکچر آماده، مگر وقتی که رن میکنی اینجاست. ما میخوایم که تیلینگ باشه، در تمام بیکگراند تکرار باید باشه، تمام بیکگراند از این پر باید باشه. خب یس یس طول بیکگراند دیگه نسنگی سر صحیح است؟ ما میخوایم که نه تیلینگ نباشه. نو خب ال پیکچر در کدام موقع داره؟ شما میتونید این هم تغییر بکنید، چرا که این چی هست؟ پیکچر الاینمنت. ما میخوایم باتم لفت، باتم چیش نباید؟ پایین باشه مگر طرف چپ باشه. نه پایین هم هست و طرف چپ باشه. دیگه کلش همی گپا است، رایت باشه و چی باشه و چی رایت سنتر تاپ لفت تاپ پاو است و لفت. پوپوی شدی بنده پیکچر سایز مود. امی سایز پیکچر شما ببینید، شما یک دیزاین جور میکنید در فوتوشاپ، شما نمیفهمید که اندازه از این فارم چی کاست که ما با اندازه از جور کنیم. صحیح کنید. یا مثال یک لوگو جور میکنید، شما چطور میفهمید که چی که اندازه لوگو جور کنیم که اینجا چی باشه. خب این چی است؟ کلیپ معنی که چی که اندازه از اون پیکچر باشه اون که باید باشه. و اگر شما بیایی که نه استریت باید باشه، استریت چی معنی؟ کشکایی طرف امیرا کلام می سازه که با بیکگراند چی شود؟ شود است که با اندازه بیکگراند. نگو باز میخواهی که نه طور هم صحیح نیست. کدام بکن صحیح است؟ زوم باید باشه. زوم از یک طرف کش میکنه و دیگه که بود سلور خواهد کش کنه. ندا چه ده صرف یک خواهد میخواد هران میکنه. نگو بدی اندازه مخی تردیجی پر رقم خواهد. کماند بعدی که است stretch horizontally یک سمت کش این دیدی و stretch horizontally نی vertically ایران کنیم. پروپوز شدی بنده خوی را هم فهمیدی. کماند بعدی چی است؟ از پیکچر میگذارم، پیکچر خلاص شد دیگه. خب خودی ویت دیگه فارم ویت است که ویت چیست وای؟ هرس او اشاره هرس متوجه خلاص. شما میتونید چی بکنید؟ است بسازید. وقتی که را بعد شما رن میکنید یه کم چی میشه؟ آتو سنتر چی است؟ آتو چی مانه؟ اتوماتیک سنتر باید باشه. خویی علی معلوم نمیشه. خب اول شما باید بیایی باش که ما این فارم بر شما جور کنم. حالا که شما میبینید یعنی کلان است. خب این باید یکم خود شما که خود شما با شما میکنید. یا رو سنتر چی مانه؟ مثلا این قسم یک فارم است. این یک فارم در کجا واسه؟ این طور نشود که این جواب شما. یه طور نشود که این جواب شد. آتو سنتر معنی که ما تا سنتر باشه. صحیح است؟
خب اول ما میایم ایران یکم کلوز میکنم باز میکنم در کجا باز میشه بالکل سنتر के बाद सही है باز میایم رایت کلیک در پراپرتیز میایم در فارمت